میگفت به آدم هایی که میتونن ترکت کنن کمک کن تا هرچه زودتر رهات کنن. آدم هایی که بهت حس دوست داشته شدن میدن اما بهت هیچ تعهدی ندارن. آدم هایی که تو رو در موقعیت بلا تکلیفی قرار میدن. آدم هایی که به سادگی میتونن بهت خیانت کنن. خواهش میکنم اجازه بده این آدم ها برن و هیچ تلاشی برای تغییر دادن و نگه داشتنشون نکن. به خاطر اینکه من باور دارم تو اگه آدم خوبی باشی ارزش این که برات جنگیده بشه، برای نگه داشتن تلاش بشه رو داری. وای اگه تو هم اندازه من میدونستی که چقدر هر لحظه از زندگیت میتونه آخرین لحظه از زندگیت باشه و چقدر این عمرت با ارزشه، به خدا حتی یک لحظه هم نمیذاشتی یه آدمی که تمام وجودش سمه حتی لحظه ای از زندگی تو رو حروم کنه.